باره نماز الله خودش میگوید که ولذکر الله اکبر، نماز از بالاترین ذکرهای پروردگار است. هم میتوانیم نمازهای نافله بخوانیم، نمازهای تهجد، نمازهای ضحی و پیش از همه در نمازهای فریضه خود، نمازهای 5 وقته که بعضا کوتاهی میکنیم، چخیل خواندیم نمیدونیم، دیر خواندیم، بر وقت خواندیم، سنت ها رو ترک میکنیم که گویا که رخصت است، گویان سنت رو ترک میکنیم. پایبند فرض و سنت و دیگر نمازهای نافله من در همین 10 روز باشه. و درباره روزه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 1 سال پیشینه و 1 سال بعدینه رو امید دارم که گناهایش بخشیده می شود. اما در همین دهه هم حدیث همسران پیامبر و این چنین حفصه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است در سنن ابو داود که پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 روز ذوالحجه رو هم روزه می گرفتند.